سلام و هفته نوتان بخیر باشد بیننده عزیزی آزادی. برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان. مولا رجب یوسفی هستم. دوام 10 دقیقه دیگر در خدمت شما. امروز 15 مارس است و ساعت در دوشنبه 11. سرخط خبرها. قرقیزستان در مرز با تاجیکستان مشق‌های حربی می‌گذراند. دعوت جوانان به ارتش بر اساس قانون نو آغاز می شود. و شرح دادستانی کل تاجیکستان درباره صدمه‌ای که در آن سراینده بهرام غفوری جان باخت. قرقیزستان در ولایت بادکن در مرز با تاجیکستان ده‌ها تکنیک نظامی وارد کرده است و برای یک مشق گسترده نظامی در آخر ماه مارس آمادگی می‌گیرد. مقامات محلی در ولایت سوخت گفتند از آمادگی‌ها به مشق نظامی در نزدیکی‌های مرز آنها را آگاه نکردند. وزارت دفاع تاجیکستان گفت در تاجیکستان از تمرین نظامیان کشور همسایه در نزدیکی مرز مشترک خبر دارند. مقامات قرقیزستان بر رسانه‌های محلی گفتند در ولایت بادکن، اوش و جلال آباد تمرین نظامی امنیت 2021 برگزار می شود. خبرگزاری نیوز کیجی به نقل از مقامات رسمی نوشته است که در تمرین واکنش حکومت‌های محلی و مقامات قدرتی هنگام حالت‌های اضطراری سنجیده می شود. تمرین نظامی حدود 2000 نفر را فرا می‌گیرد و در آن استفاده 100 نو نقلیات نظامی، 10 هواپیمای جنگی و حدود 20 توپخانه در نظر است. فریدون محمدعلیف سردار دفتر مطبوعات وزارت مدافع تاجیکستان روز 13 مارس به رادیوی آزادی گفت به طور کتبی از جانب قرقیزستان درباره برگزاری مشق نظامی در بادکن آگاهینامه دریافت کردند. او گفت نهادهای وزارت مدافع در جریان هستند که می‌دانند حالا در بادکن مرحله آمادگی به مشق نظامی شروع شده است. در حکومت ولایت سوخت و شهر اسفره گفتند از برگزاری مشق نظامی در بادکن اطلاع ندارند و تنها طریق رسانه‌ها آگاه شدند. دفتر مطبوعات نیروهای مرزبانی قرقیزستان روز 12 مارس به رسانه‌های محلی این کشور خبر داده است که این رزمایش روز 30 مارس شروع خواهد شد. فریدون محمدعلیف سردار دفتر مطبوعات وزارت مدافع تاجیکستان میگوید در دایره سازشنامه‌های بین‌المللی کشورهای همسایه عهده دارند که از چنین مشق‌ها همدیگر را رسما آگاه کنند. او گفت بجز از وزارت مدافع اگر قرقیزستان از طریق وزارت خارجه مقامات محلی را نیز آگاه کند به فایده کار خواهد بود. به قول او در مشق‌های نظامی از سلاح‌های سنگین حتی از نیروهای هوایی استفاده می شود و ساکنان نواحی نزدیک مرزی باید آگاه باشند. برگزاری مشق نظامی در مرز تاجیکستان زمان توجه رسانه‌ها را جلب کرده است که بحث‌ها میان ساکنان و مقامات این دو کشور بر سر مرز بارها به خشونت پیچیده است. در حادثه‌های مرزی چندین ساکن محلی و نظامیان از دو طرف کشته شدند. جانب‌ها همیشه همدیگر را در سر زدن نزاع گناهکار می‌دانند. بعد از 2 هفته دیگر در تاجیکستان معرکه دعوت جوانان به ارتش آغاز می شود. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان فرمان جلب جوانان سنی 18 تا 27 ساله را برای خدمت در ارتش امضا کرد. همزمان با این فرمان جوانانی که 2 سال در ارتش خدمت کردند از مسئولیت آزاد شدند. بر اساس این فرمان که روز 13 مارس در سامانه پرزیدنت تاجیکستان نشر شد، دعوت بهاری جوانان به ارتش از ماه اپریل شروع خواهد شد. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی کشور وظیفه‌دار شده است که برای معاینه طبی دعوت شوندگان طبیبان و متخصصان با تجربه را سفر برنماید. دعوت به ارتش بر اساس قانون نو درباره عهده‌داری‌های حربی و خدمت حربی صورت خواهد گرفت که ماه پیش اصلاح شد. در دعوت‌های گذشته به ارتش ساکنان از استفاده زور یا ابله و شکایت داشتند. بسیاری از سربازان گفتند که آنها را با راه زور به خدمت بردند. جلب نشدن پسران منصبداران یک سبب نارضایی ساکنان خوانده می شود. بنابراین هر سال تا 10% جوانان سن خدمت به ارتش جلب شده، آنهایی که
نمیخواهند خدمت کنند با پرداخت مبلغ و تمرین یک ماهه صاحب بلیت حربی خواهند شد. مسئولان کاتدرای حربی به دانشجویان نرخ نمود نو خدمت را 28000 سامانی اعلان کردند، ولی یک مصاحبه رادیوی آزادی در یک از کمیسریات‌های حربی گفت حالا همه منتظر قرار حکومت در این باره هستند. بنا به تغییرات وارد شده به قانون سربازی، جوانانی که کاتدرهای نظامی را ختم می‌کنند تنها بعد از 12 ماه خدمت در ارتش صاحب رتبه افسر احتیاطی خواهند شد. در گذشته ختم کرده های دانشگاه‌هایی که دارای کاتدرهای حربی بودند با اشتراک در دوره‌های 40 روزه صاحب بلیت حربی شده رتبه می‌گرفتند. سال در تاجیکستان 2 بار، یک بهار و دیگر تیر ماه، جوانان را به صف ارتش جلب می‌کنند. تعدادی از کشورهای جهان و به خصوص اروپا از موج سوم بیماری کرونا ویروس نو نگران هستند. تشویش‌ها بعد از آن بیشتر شدند که روند تطبیق واکسن کند و چندی از کشورها استفاده از واکسن استرازنیکا را باز داشتند. فشارها به این شرکت مشترک بریتانیایی شویتسیا پس از آن افزود که هراس از لخته شدن خون در نتیجه تطبیق واکسن بیشتر شد. هرچند سازمان جهانی تندرستی و اداره داروواری اروپا گفتند واکسن استرازنیکا امن است. تاجیکستان نیز بر اساس برنامه کوواکس 192,000 وایه از این نوع واکسن را دسترس کرده است، اما تا هنوز قرار تطبیق آن را در کشور قبول نکردند. نمایندگان وزارت تندرستی گفته بودند منتظر خلاصه حکومت هستند. در چنین شرایط معلوم نیست که تاجیکستان آیا به امکانی ضد کرونا ویروس با واکسن استرازنیکا شروع میکند یا نه. در این میان گفته می شود که بعضی از کشورها و به ویژه در اروپا با موج سوم کرونا ویروس نو روبرویند و موردهای گرفتاری به آن شاید در رخصتی های ماه اپریل که با عید مسیحیان راست می آید افزایش یابد. دادستان کلی تاجیکستان رسما تصدیق کرد که پرونده به ضد اسلام انورزاده معاون پیشین پروکورور ناحیه فردوسی را که در صدمه ماشینش آوازخوان بهرام غفوری هلاک شد بازداشته است. روز 13 مارس مرکز مطبوعاتی دادستان کلی تاجیکستان در مطلب نوشته رادیوی آزادی از 2 مارس را شرح داده تصدیق کرده است که تفتیش پرونده اسلام انورزاده از 10 اکتبر سال 2020 بنابر در حالت بیماری وزنین قرار داشتن بر اساس سرخط 3 قسم 1 ماده 230 کودکس مرافعه جنایتی تاجیکستان بازداشته شده است. این بند کودکس در حال تطبیق می شود که بدون حضور عیبدار شونده دوام دادن تفتیش غیر امکان است. صدمه پرسر و صدا که در آن بهرام غفوری آوازخوان شناخته هلاک شد صبح 7 آگوست سال 2020 رخ داد. مقامات دادستانی سابق و پسر انور قربانوف تاجر شناخته را متهم کردند که در حالت مستی حرکتی راه را ویران کرده باعث به مرگ یا ضرر سلامتی انسان ها شد. دادستانی کلی تاجیکستان تصدیق کرده است که نسبت به این حادثه 10 آگوست سال گذشته با قسم 4 ماده 212 کودکس جنایتی یعنی صدمه که باعث به مجروح و هلاکت انسان ها شده است پرونده باز کرده تفتیش پیشکی انجام داده است. این نهاد پس از 8 ماه بار اول صدمه با اشتراک کارمند سابقش را شرح داد. از این پیش یک مقام آگاه از تفتیشات روز 2 مارس به رادیوی آزادی در این باره خبر داده بود. پیوندان بهرام غفوری گفتند که از تفتیش پرونده مرگ او هیچ خبر ندارند. انوشروان بهرام پسر آوازخوان به رادیوی آزادی گفت درباره پرونده کسی صحبت نکرده است و ما نیز کسی را در این باره نپرسیدیم. صدمه که در آن بهرام غفوری سرآینده استراد تاجیک هلاک شد سر و صدا برپا کرد و هوادارانش خواستار مجازات گناهکاران حادثه شدند. در گذشته صدمه های با اشتراک فرزندان منصبداران و یا خود منصبداران تا به آخر تحقیق نشده است و یا خلاصه دادگاه بیشتر به منفیت عاملان صدمه بوده است. بانک ملی تاجیکستان قرب اسعار خارجی را در برابر سامانه برای امروز 15 مارس چنین تعیین کرده است.
بیننده های عزیز، برنامه نوید بامداده بود که با آخرین خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان تقدیم شما شد. ما همیشه در تلاش آن هستیم که تازه ترین خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان را به شما رسانیم. تا صبح دیگر، خدا نگهدار.